فاجعه قرار اتفاق بیفته. فاجعه یکو که باورت نشد و اتفاق افتاد. الان نظم بعدی مطمئن باش این پست هم اتفاق خواهد افتاد. تو نمیتونی جلوی حرفای منو بگیری. تو دیدی و متوجه شدی که اتفاق میفته. این بار هم دارم بهت میگم آلت سیزن در سال 2025 اتفاق نخواهد افتاد. اونی که 100 میلیون تومان پول داره، تویی که 20 میلیون تومان پول داری، قرار 80% از پولات از بین بره. 100 تومنت قرار بشه 30 تومن. میدونم یک بار در فاجعه اولی پیش اومد و گوش ندادی، ولی دارم باز هم بهت میگم خوب دامیننس تتر رو توجه کن. اینو اول لایک کن، بفرست برای دوستات. قرار نیست فقط اینو خودت بدونی و فقط تو استفاده کنی. اینو بفرست برای هر کسی که برات مهمه. ببین اینجا رو، این دامیننس تتره. دامیننس تتر تو محدوده‌ای قرار داره تو تایم فریم هفتگی که میتونه این دوتا عددی که بنده اینجا براتون گذاشتم به راحتی تاچ بشه. مخصوصا اولیه رو رد کنه، اون موقع است که میتونه پامپ کنه به سوی اعداد 7% و 8% و اون موقع است که مارکت کریپتو حمام خون خواهد شد. و حالا چرا قرار این اتفاق بیفته؟